سلام بچه ها، امروز اومدیم با پارت 2 کامیون. امروز خب همین بار بود که آوردیم پیش این منبع. اینو گفتن اشتباه آوردی، اصلا ما اینجا چوب نمیخواستیم، به خاطر همین ما میخوایم این چوب رو ببریم اون راه. میبینید اونجا باید ببریم، یعنی باید ما الان دور بزنیم بریم تا اون راه. چی شده؟ ها، باید راست برم. اشتباه. خب بچه ها، ماشین نمیکشه. برو. ماشین رو بخوایم با یه سختی داریم میبریمش تا آخر جاده. اینجور بریم که خیلی بده. بچه ها همینجا و بار بندازیم و خودمون بریم. بچه ها حالا بار خورد کردیم، داریم میریم. گفتن دیگه میام میبرم. ما بار خودمون تحویل داریم دیگه، پولمون رو بگیریم. و اینجا دور بزنیم چون که راه اشتباه اومدیم و بریم این طرف. اینجا باید یه جور بریم پایین. بچه ها همین راه که اومدیم، این راه قبلا من یه بار اومدم، راه خوب بود که حالا اومدم دیدم که راه خراب شده. چجوری رفتم؟ یه رمزم بزنیم و بزن بریم.
بچه ها مردیم. بچه همون بار تحویل دادیم، حالا اومدیم تو بدن ترور. حالا میخوایم بریم با کامیون یک کامیون پیدا کنیم و بریم با کامیون بگردیم و چند تا راز تئوری هم اگه تونستیم پیدا کنیم و بگیم. بچه ها ما یک کامیون پیدا کردیم و خریدیم. حالا داریم میریم بگردیم. لایک اگه نکردید تو اینجا ویدیو حتما بکن، کامنت هم بذار، صاحبم یادت نره. بریم با این کامیون بریم واسه ادامه ویدیو. چشم من میبینه من میام، بازم گیر نمیکنه. هم زدم توی ماشینش. چشم ماشینش رو واسه جاده پارک کرده. بچه الان ما میریم تو پیش خونه ترور، تو اونجا ویدیو کال میخوره. حالا رسیدیم اینجا خونه تروره. حالا این کامیون رو با دنده عقب ببریم اونجا جلوی کامیون که جلوی در گاراژ. بچه ها بازی کرش کرد. حالا ما باید اینو ببریم اینجوری اینجا بذاریم. به موتور ترور از 1 تا 10 نمره چند میدید؟ بریم بخوابیم. چرا در خونه هم باز نمیشه؟ یا خدا چطور میشه تو این خونه بریم؟ نکنه یه صدا میاد از تو خونه ترور چی شده به نظر شما؟ سری بزن بریم. بچه ها اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، ساب یادتون نره. خدا حافظ.